سلام، من پریسا با چهره کاملا بدون آرایش و فیلتری اومدم با تو یکم درد دل کنم. 6 سالی میشه که من تو فضای مجازی دارم کار میکنم و هنوز وقتی اینستاگرامم باز میکنم احساس کمبود میکنم از آدمایی که اینقدر بی‌نقص دارم میبینم تو اینستاگرام و این افکار واقعا دارن به من آسیب میزنن، به شغلم آسیب میزنن. و تو همین چند روز جشنواره کن که برگزار شد، یه خانم بلاگر ایرانی رفته بود جشنواره کن، تازه چهره واقعیش معلوم شده، اونم با کلی میکاپ، با هزار جور کاری که رو صورتش انجام داده و ببینیم چقدر متفاوته با عکسایی که خودش تو پیجش میذاره. یعنی حتی بعد از اون همه آرایش و بعد از اون همه عمل زیبایی بازم قرار نیست احساس زیبایی بکنم، نه؟ بعد فهمیدم که نه مشکل اصلا بقیه نیستن، همیشه تو زندگی آدمایی هستن که خوشگل‌تر از خب تو وجود داشته باشن، نه فهمیدم دارم به خودم حسادت میکنم. اون عکس‌ها و ویدیوهایی که از خودم آپلود میکنم و از فیلتر استفاده میکنم، فیلترها همه چیز زیر سر اوناست. مطمئنم خودمونو با ورژن بی‌نقصمون مقایسه میکنیم و از همینجا میخوام بگم که من دیگه چه با آرایش باشم چه بدون آرایش، تمام تلاشمو میکنم که دیگه از فیلترهای زیبایی استفاده نکنم، فیلترهایی که واقعا چهره‌مو تغییر بده و باعث شه هی مدام جلو آینه چیزی که میبینم متفاوت باشه با اون چیزی که تو گوشیم دارم میبینم. نمیگم شما هم این کارو کنید، این تصمیم من که کمک کنه به اینکه حالم خوب بشه. شاید اگه شما هم این مسئله رو انجام بدین حالتون بهتر شه، با فیس واقعیتون بیشتر کنار بیاین. مطمئنم تو این 6 سال آدمایی که منو دوست دارن به خاطر چهرم نبوده که منو فالو کردن یا دنبال میکنن. اینو مطمئنم. کسی باید نگران مثلا هیکل بی‌نقص یا صورت بی‌نقصش باشه؟ شغلش اینه، مثلا مدل و داره از این راه پول در میاره. نه، من شغلم چیز دیگه ایه و مهمترین کارم اینه که حس خوب بدم و آدما رو بخندونم. اصلا مهم نیستش که چهرم چه شکلی باشه. من با افتخار میگم آره من یه آدم زشتم ولی سعی میکنم آدما رو بخندونم و وظیفه من همینه. مثلا ما هیچ کدوم اگه نجار نیستیم و نجاری هم بلد نیستیم از این موضوع ناراحت نیستیم چون شغلمون نیست.